آماده‌ام. تشکیل خط نشانه. بله. با بذار پرچم امارات رو بگیرم. احسنت. خب تشکیل خط نشانه رو بدیم. حبس نفس. آتش. با نام و یاد الله. آتش. یا الله. همه پاداش دارین با اون اشاره میکنید به آدم. نه تو یه دستی میتونی تیر بندازی اینطوری؟ نه پره ها، چیز نکنید. بابا روزنامه میدونم گذاشتید پره. بابا آقای سلیمی ما بابا شما نه امتحان کنم؟ چیکار کنم؟ امتحان کنم. خب یک کشوری که در حال دفاع هست باید از همه ظرفیت‌های خودش استفاده کنه و نشون بده که همه مردم در قالب 31-2 میلیون نفری که جانفدا هستند اینها آمادگی دفاع نظامی هم دارند. بنابراین اینها یک کارهای نمادینی هست که صورت گرفته. ما چند رو داریم؟ قنداق با یه ما قنداق ثابت داریم.